دوستان سلام، امروز با آقا سروش اومدیم بلاک بگیریم. دوستان این آقا سروش هستش، رفیق بنده نه داشتمون. آماده برای یک برای دو برای یک برای دو برای یک برای دو برای یک دو ابی پرواز میکنه رامین بگلن رامین آماده باشن افشار گره حرکت نک افشار گره بوس افشار نه باشن کنتر باشن بس دیگه آقا بلاکمون تموم شد و دیگه من آقا سروش دوستان ما امروز اومدیم بلاک بگیریم، بلاک بوشهر با آقا سروش. صدا رو تونستم کم کنم با زور بازو، چون سروش زور میگه. الان از سر لجبازی میتونه صدا رو بلند کنه ولی نمیکنه، چون آدم باشوریه. آقا سروش چرا صدا زیاد نمیکنه؟ چرا؟ چون خودش میفهمه چی. خندید. ای آمد. خب دوستان اینجا که میبینید یعنی اینجا که الان اون ور میبینید با گوشتو میگیرم نه بدش کن ریشه درست دوستان ریشه و ما رو نمیخواد ببینید جلو رو ببینید. حالا بعدا دریا میبینیم ماشالله. دو تا کارمند باید داشتن. نه نگو کودک میبینیم. دوستان عزیز بریم. دوستان عزیز بو گل میاد، بو گل شادونه، بوی گل نرگس. نمیدونم چرا داره ولی بو دودش میاد، داره شما آتیش میگیره. آقا سروش میخواد با شعوره که اینجا پارک میکنه که نه پارک کنی. کلا سروش مثل غلامرضاست، خودش یک زندگیه. من آقا سروش دور زمین نمیچرخه، زمین دوره ای میچرخه. مثلا شما ماشین رانندگی میکنین ولی سروش راننده رو بعد بله آقا سروش داره الان پارک میکنه، گواهینامه هم داره مثلا رفت تو سنگ. آقا سروش کارش درسته. یه سربازی هم داره نگاهش میکنه میگه خاکی تو سره. من خندید اینا این سربازه اینا شا برو کن اینا جا جا بکن. آقا سروش دستور آقا سروش داشت اینو میکرد تو آقا سروش خواه پارک کنم. این یکی تو ماشین بود یا جا جا کنه قیفه کنم بردن. ها میخوای توی بری؟ نه باید توی بری. اومد. خب دوستان ما امروز اومدیم الان با آقا سروش هستیم دوباره سبیلمون رو درست کنیم. آقا سروش پای سرمونه چون دوستم داره، این هم روح دوم منه کلا. خب آقا سروش همیشه با منه. چرا آقا سروش اصلا تو خونه نمیمونه؟ چرا؟ چون خونه بمونه چیکار کنه؟ میره بیشتر بجاش تا بریم زر بخریم. حالا خودش بگی بهتره کلاماش درست شه. آقا سروش خود بگو بهتره زر بخریم. آفرین آقا سروش دیگه کلاماش خیلی خوبه و الان همه فکر میکنم ما یوتیوبرم و یوتیوبرم. چه کدومو؟ آفرین
منظره که اشتاش این منظره که اینجاست، اینجا رو میبینید، اینجا قشنگ یه چیزی رد میشه رودخونه بوده انگاری قبلا دیگه خوش شده دیگه، هرچی اینجا هست خوش میشه خشک. اینجا کوه سرباز داره میبینین و مش بچه همونجان و دمشون گرم و دیگه تا بریم جلوتر دریا. تومنی پشمام آقا سروش 2 تومنی پیدا میکنه. 2 تومنی پیدا کردیم. بری چون ما خیلی بدبخت نیستیم بزنیم سر جاش. هر کی تونست اینو پیدا بکنه برشته. کی پیداش کرد؟ میدونی کجاست؟ اینجاست. ده پیداش کنید. پیداش کنید. خودتون میدونید کجاست. بچه بوشهر میفهمن کجاست. رو دکم هست. اینجا بچه است. بابا موتور نیم. این بچه‌ها بگیرم. اینجا. بگم سروش بیا با. بچه اینجا. شما کجایی هستین؟ کجایی هستی؟ اینجا. کجایی هستی؟ اینجا بیو کارت دارم بیو. بیو تو بیو. اینم دریا. بیافتم اینا خورشید. آقا سروش منظره رو نگاه کن. آقا سروش منظره رو. سروش در منظره من. اینجا دریای ریشر هست. در خدمت باشیم. آقا سروش چطوری؟ لاش نولک ده. آقا سروش تیکه کلاماش زیادیه، همشون نمیتونیم حفظ کنیم. دوستان آقا سروش ما رو بردن چون میخوایم ماشین ببریم پی دیندار مهندرش. درسته؟ درست تو بعد الان لهجه صحبت بکنیم. بعد بهتره بخوام گپ بزنم پای تو خود. خب آقا سروش داره میگه ما بدتر از این با تو صحبت بکنم. ترجمه شده از پروین. آقا داریم میریم سوار ماشین میشیم و این منظره هم ببینین حداقل. این منظره های زیبارو اینجاها، اینا همشون قبلا اینجا روی رودخونه درست حسابی بوده ولی خب الان که در زنگام میزنه. ها یک بچه. آره دیگه اینم از این. بریم بعدن یه جای دیگه نشونتون بدم. اینجا الان کسل کننده. سلام دوستان، ما ماشین رو داریم، موتور رو گرفتیم. موتور چی؟ سی جی. منطقه واحدش میکنه. ما رو سروش هم داریم بریم کجا بریم؟ اسم منو دیگه نگاه ما دیگه نگاه نقطه دیگه نگاه دیگه برو نگاه. خب سروش یک آدمیه که به خودش وای نمیسه. یه چیزی هست که وای میسوننتش. خودتون باید بفهمید. و عرضم به حضورتون که الان ما اومدیم لب ساحل، مش بچه هم داریم میبینیم و دیگه الان میخوام آفتاب نشونتون بدم. دوستان این آفتاب زیبای ما، آفتاب بوشهر. آفتاب اینجا آفتاب اینجا چیز بگیرم. بله این هم دریا. اینجا انگار جدیدن نفتکش دادن، نمیدونم چیه. اگه میبینید اینا مسئله امنیتی نمیشه گفت، این هم سیاه تبلیغ میشه بس. بعدیشه اینجا شهر و حالا این قسمت خیلی باش کار داریم. این قسمت خیلی باش کار داریم. قبلا محله قدیمی بوشهر اونجا بوده. حالا تا بعد سروش فقط با سی جی میچرخه. آفرین وطن آقا. راستی کارت ملی گرفتم، میخوام برم تو کار چی بنظر ها؟ تتر کارت ملی مو گرفتم و میگم مسئله بگو. اوه نباید ببینه اینا منو میکنن تو تتر. آقا ما سوار شیم بریم بقیه‌شو ببینیم. یا الله اسم منو دیگه نگاه ببار دیگه.
آره سروش برگشت الان میافتیم ما یکم دیگه دوباره میافتیم دوستان عزیز. آره آخه الان میگم بریم تو تونل تو تونل کسی که بره تو تونل اسم منو پلیس سروش آهنگ میخونه سروش هر آهنگی رو نمیخونه فقط اومد ما میخوایم بریم محله قدیمی بوشهر بریم به سمت اونجا خوش باد. میخوان ملت بیان اینجا میگن پرچم. آره پرچم بچه ها پرچم کجاست؟ اینجا این رئیس علی دلواریه یک آدمی زنی چیه آسروش؟ برنده دریایی بنادر کشور از جمله چابهار، بندر عباس، بندر لیلی، بوشهر، بندر گنگان، زیرات، بسیار خوشی خوشتیر خوشستان